بچه من سر کارم الان تموم شدم. بعد لپتاپ اینامو برداشتم که برم دانشگاه درس بخونم، ولی دو دلم هی میگم برم نرم، نمیدونم چیکار کنم. ولی گفتم که برو بس خودت یه غذا سفارش بده. بالاخره سوشی خریدم، اومدم کتابخونه. با خودم گفتم حتی اگه یه ساعتم شده برو کتابخونه، حتی اگه هیچ کاری نکنی برو کتابخونه، چون وقتی میای کتابخونه خواه یا ناخواه باعث میشه که تو به فکر درس بیفتی. بچه این چند وقت خیلی من دغدغه ذهنی دارم و به خاطر همون نمیتونم ویدیو بگیرم. من دیروز 2 ویدیو گرفتم، ولی وقتی میخواستم ادیتشون کنم اینجوری بودم که نه، اصلا معلوم نیست چی گفتی، سر و ته نداره حرفات. شما هم اهل چالشین؟ اگه اهل چالشین حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، چون قراره که من توی این ویدیو در مورد چالش 71 روزم و اینکه چه دغدغه‌هایی دارم حرف بزنم. احساس میکنم دارم به سمت کمالگرا میدم و من اصلا نمیخوام کمالگرا باشم، چون وقتی آدم کمالگراست باعث میشه که اون چیزای کوچیک خوشحال نشه و دوست داره که همش پرفکت باشه، همه چیز اوکی باشه و هیچ وقت همچین اتفاق نمیفته و تو ضربه میخوری و همش احساس شکست داری. به خاطر همین نمیخوام به کمالگرا بودنم بها بدم و میخوام سرکوبش کنم، شروع نشده سرکوبش کنم. به خاطر همون با همین قیافه خسته که از سر کار اومده میخوام براتون ویدیو بگیرم. این چند وقت چون من ورزش میکردم و همونجوری هم که میدونید من ماراتون دویدم، اگه ندیدین ویدیوهای قبلی ما حتما بریم ببینیم. وقت نمیکردم زیاد از روزمرگیم ویدیو بگیرم و الان که ماراتونم تموم شده به فکر این افتادم که خب الان دوباره باید فیلم بگیری، صحبت کنی، کانتنت داشته باشی و دغدغه‌های ذهنیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه. به خاطر اینکه من کلا یه آدمی هستم خیلی هیجان دارم، خیلی حرف میزنم، خیلی شادم در کل، ولی توی ویدیو هم بعضی موقع نمیتونم خودم باشم، یعنی که یه جورایی خودمو خواه یا ناخواه دارم سانسور میکنم، میگم که نه این حرفو نگو، این زشته، نه این لباسو نمیپوشیدی، شاید این کارو نمیکردی بهتر بود. و به خاطر همون بعضی موقع ویدیومو نمیتونم ادیت کنم، میگم نه این حرفت خیلی بد بود یا حرفمو سانسور میکنم. با خودم میگفتم که آره کاش بهتر بود که من پیجمو انگلیسی شروع میکردم، چون من یه بار ویدیو انگلیسی گرفتم و چون خب برام سخت بود صحبت کردن جلوی ویدیو، انگلیسیم خیلی خوب نبود و حتی خب فارسی صحبت کردن جلوی دوربین سخته، چه برسه دیگه بیا انگلیسی صحبت کن، فکر کن و حرف رو به انگلیسی بزن. به خاطر همون گفتم نه، بهتره که تو پیج تو به فارسی شروع کنی و کم کم انگلیسی تو قوی تر کن و همزمان وقتی که فارسی داری کانتنت درست میکنی یاد میگیری که چجوری ادیت کنی، چجوری فیلم بگیری، چجوری صحبت کنی و بعد اگه خواستی میتونی پیج تو انگلیسی کنی. ولی الان خیلی توی مخم رفته میکنم که من دارم هی خودم رو سانسور میکنم، نمیتونم خیلی شاد باشم، نمیتونم بعضی از حرفا رو بزنم، ولی اگه مخاطبا مثلا انگلیسی بودن شاید خیلی راحت تر حرف میزدم، بعدا مهم نبود چه لباسی تنم هست یا نه. منظورم این نیست که مخاطبام میاد انتقاد میکنه، منظورم اینه که خودم نمیتونم خودم باشم، ولی میخوام که خودم باشم، سعی کنم که خودم باشم، خودم رو سانسور نکنم. و چون ولاگایی که میگیرم آدم میاد همه چیزشو اینجا بیان میکنه که آره من این کار کردم، فلان کار کردم. حالا ورزش اشکال نداره، من به همه دوستام توصیه میکنم که ورزش کنن و اینا و شما هم مثل دوستام میمونین، ولی اینکه بیام رازای زندگیمو بگم، مثلا چه پلانایی دارم، یکم برام سخته. من آدمی نیستم که خیلی خودم رو شیر کنم با کسی، یعنی برنامه‌ای که دارم و انجام میدم، بعد وقتی که انجام دادم بقیه میفهمن. مثلا وقتی میخواستم من گواهینامه بگیرم هیچ کس نمیدونست و وقتی گواهینامه گرفتم بعد مثلا خب به دوستام گفتم من گواهینامه گرفتم و یکی از دوستان بهم زنگ زد گفتش که تو اصلا کی شروع کردی به خوندن، کی امتحان دادی، کی گواهینامه گرفتی و خیلی تعجب کرد. بعد گفتم آره من 1-2 ماه میشه مثلا شروع کردم به خوندنش اینا. بعد گفت مثلا اصلا ما نمیدونستیم.
چون من بعد این اعتقادم که تا وقتی کاری تموم نشده به کسی نگو، احتمال داره اون کار انجام نشه یا اینکه اونا هی نظر بدن، انتقاد کنن، پیشنهاد بدن و تو رو دودل کنن. به خاطر همون کارامو انجام میدم، بعد که تموم شد بقیه میفهمن. الان خیلی کمتر ویدیو میگیرم چون نمیدونم که کدوم حرفو بزنم، چیکار کنم چیکار نکنم و هی میگم که پیجتو انگلیسی کن، پیجتو انگلیسی کن. ولی با خودم صحبت کردم. بچه شما با خودتون صحبت میکنید؟ من خیلی با خودم صحبت میکنم، خودمو قانع میکنم، به خودم تشر میزنم که چرا فلان کار کردی و اینا. ولی تصمیم دارم که پیجمو همینجوری فارسی ادامه بدم و در کنارش انگلیسی قوی کنم و در آینده اگه شد، یعنی که اگه هنوز بر اون باور بودم که نه خودم توی ویدیوها نیستم، پیجمو انگلیسی میکنم. ولی الان نمیتونم. بچه تابستون نزدیک، برنامه‌تون واسه تابستون چیه؟ من به زودی میام یه برنامه‌ای واسه تابستون میذارم و اگه دوست داشتین شما با من انجام بدین. اصلا اهل چالش هستین؟ اگه اهل چالشین حتما زیر این پست کامنت بذارین که آره ما اهل چالش هستیم، فلان چالش رو واسه خودمون میخوایم بذاریم. چون من به تازگی در مورد چالش 71 روز سخت یکم تحقیق کردم که چجوریه چجوری نیست. بعد به این نتیجه رسیدم که ساناز ماراتون تموم شد، نمیخوای یه چالش بذاری؟ گفتم که چرا میخوام بذارم. در مورد چالش خوندم که 2 تا 45 دقیقه باید ورزش کنی، یکیش باید بیرون باشه، این واسه من اوکیه. نوشته بود 4 تا 5 لیتر آب باید بخوری، این واسه من اوکی نیست، اصلا واسه بدن خوب نیست و من میخوام بین 2 تا 3 لیتر آب بخورم. یکی دیگه این بود که 10 صفحه کتاب بخونی، اونم اوکیه و رژیم غذایی تو رعایت کنی، غذای فست فودی نخوری، مثلا بیشتر غذای خونگی و سالم و اینا بخوری. و من اوکی ام. اگه چالش داشته باشم شیرینی رو میذارم کنار، چون بیشتر روی این بود که غذای فست فودی، پیتزا و همبرگر و اینا با شیرینیجات نخورین. ولی من نمیتونم شکر رو از رژیم غذاییم حذف کنم، چون وقتی که آدم یه چالشی واسه خودش میذاره میخواد یه کاری کنه، آخرش باید به این نتیجه برسه که من این کار کردم واسه اینکه خوشحال باشم، واسه اینکه لذت ببرم، نه اینکه پوست خودم بکنم من فلان کارو انجام بدم. نه، من تو ماراتونم دویدم پوست خودم رو نکندم که آره باید فلان کار رو کنی، اینجوری کنی، کمالگرا باشی، مثل بقیه که 1.5 ساعت میدوان یا توی 1 ساعت و 20 دقیقه بدو. خب اونا عزیزم تمام مدت ورزش کردن و تو اگه بخوای شبیه اونا باشی، هی خودت مقایسه کنی، اصلا اتفاق نمیافته. و به خاطر همون من اصلا نمیخوام مثل بقیه باشم که میگن که آره من میخوام 5 صبح بیدار شم. من اصلا نمیتونم 5 صبح مثلا بیدار شم، حتی اگه چالش واسه خودم بذارم. و آدم وقتی چالشی میذاره اول خب سبک زندگیشو نگاه میکنه، تواناییاشو نگاه میکنه، بعد میگه که آره من میخوام فلان چالش رو واسه خودم بذارم. اینکه مثلا یه نفر ساعت مثلا من 9:30 10 بیدار میشه نمیتونه بگه که اوکی من 5 صبح بیدار میشم و اصلا فکر نمیکنم 5 صبح بیدار شدن کار خاصی باشه. من اگه بخوام خب میتونم 5 صبح بیدار شم، ولی ساعت 11 12 ظهر دیگه تمامم باید برم بخوابم. من خودم رو زور نمیکنم که صبح زود بلند شم و درس بخونم و اینا. نه، هر وقت بیدار شدم بیدار میشم، ولی مهم اینه که آدم اون 7 ساعت 8 ساعت خوابشو داشته باشه. من یه پادکست انگلیسی داشتم گوش میکردم، میگفت اصلا مهم نیست چه ساعتی بیدار میشی، مهم اینه که اون 7 8 ساعت خوابتو تو داشته باشی. به خاطر همون زیاد نمیخوام روی اینکه 5 صبح بیدار شم، باشگاه 5 صبحی تمرکز کنم، ولی دوست دارم که مثلا خوابمو ساعتشو تنظیم کنم، مثلا 11 12 بخوابم، 7 و 8 بیدار شم. و اگه بخوام واسه خودم اون چالش 71 روز رو بذارم، اینجوری میگم که هر روز 5 دقیقه زودتر بیدار شم که آخرین روز مثلا ساعت 8 صبح بتونم بیدار شم و همون 8 صبح رو نگه دارم. مثلا 8 صبح عالیه. ولی من میخوام یه چالش دیگه هم بهش اضافه کنم، مثل اینکه زبان سوئدی بخونم، زبان انگلیسی بخونم. من یه رمان نوشتم که اونم به فارسی، ولی میخوام به سوئدی ترجمهش کنم و نصفش رو ترجمه کردم ولی کامل نیست.
و الان که تابستونه دلم میخواد اون کار رو انجام بدم و این کمک میکنه که قدیمم بهتر بشه. امروز داشتم به این فکر میکردم که حالا اگه نشد چالش 71 روز رو باز خودت بذاری، میتونی یه چالش دیگه بذاری، ولی در کل میخوام باز خودم چالش بذارم. شما هم خودتون رو آماده کنین، چون به زودی میام بگم که فلان چالش رو شروع کردم.